دوستان عزیز، در مورد کوک توضیح دادیم، در مورد تنظیم ساز توضیح دادیم. الان این کوک رو کامل تر میکنیم. خب چی ما گفتیم؟ سیم زبان ما روی جی باشه، روی جی انگلیسی. بعد موقعی که ما کوک میکنیم این انگشت جلو میگیریم شکسته میشه با ناخن، یعنی سیم رو با ناخن درگیر میکنیم و میزنیم با نرمه گوشت. نه، تو زمانی که دست سیم به گوشت اتصال پیدا میکنه گنگ جواب میده. پس بهترینه که با ناخن ما کوک بکنیم، یعنی سیم رو بزنیم. بعد سیم بغل ما شد دی. خب بعد سیم باممون هم شد دی، ولی چجوری؟ این بالا این پایینه. خب بعد سیم اول ما، لاب سیم اول ما به انگلیسی، سیم دوممون آ، سیم سوممون جی، سیم سوم جی انگلیسی با این زمان هم کوک. سیم چهارممون اف، سیم پنجممون ای، سیم ششممون سی انگلیسی. بعد این پیچ بغل ما الان من با این اولی کوک کردم. خب هر کس اختیاریه. و اگر دوستان پایین آهنگ میزنن، الان این توضیح کوک بالا بود، یعنی بالا اگر میخوان مثلا بنوازن این طریقه کوک کردنش اینجوریه، ولی اگر میخوان پایین بنوازن، خب بعد اینجا توضیح میدیم. زبانشون باید روی اف باشه، اف انگلیسی یه نردبان بالاش. بعد این تیپشون میشه سی، تیپ میشه سی انگلیسی، بام هم میشه سی انگلیسی. وقتی که پایین کوک میکنن، کوک پایین فرق میکنه. خب بعد سیم اولشون میشه آ، یه نردبان بالاش، آ یه نردبان بالاش. سیم دوم میشه آی خالی، سیم سوم میشه جی، سیم چهارم میشه اف، یعنی سیم چهارم با زبان هم کوک میشه. اینجا زمانی که پایین میزنن سیم چهارمشون باید با زبان یکی باشه. بس دوستان توجه کنن، اینجا ما دو نوع کوک توضیح دادیم، کوک بالا، کوک پایین. بعد سیم پنجم ای، سیم ششم میشه دی. خب سیم پنجم میشه ای انگلیسی، سیم ششم میشه دی انگلیسی. توضیح کوک، اما اون کوک نیست، یعنی این کوک من توضیح دادم اما اون کوک بالا بود، ولی توضیح دادم که حروفا رو اینجا دیگه جابجا بکنیم. وقتی که حروفا جابجا میشن اون قیچه که تون راحت کوک میشه. پس شد دو نوع کوک. کوک بالا ما زبان ما میشه جی انگلیسی، با سیم سوم ما هم کوک میشه. اگر ما پایین می نوازیم زبانمون میشه اف، اف انگلیسی، با سیم چهارممون هم کوک میشه. و قبلا توضیح دادیم کوک مغزیه، کوک توضیحی نیست، مغزیه. ولی ما بر حسب کوک که استاده کردن این کوک من در آوردم، از کوک که استاده در آوردم. 7 ماه رو این کوک من زحمت کشیدم. هر سیمی رو ما حداقل یعنی تو دفترم شاید بالای 300 بار مثلا گوش کردم، زدم تا آواز تشخیص دادم مثلا این سیم فلان میشه فلان میشه، تا اینکه کوک من در آوردم. بعد بردم استاده تست کردن دیگه. کوک یک چیزی کلام برای کسایی که میخوان قیچک یاد بگیرن، یعنی بهترین راهکار برای اونا، بهترین راهکاره. ما خودم زمانی که
وارد نبودم. هنوز ما شاگردم، ما استاد نیستم، هنوز ما شاگردم. من تازه 4-5 سال قیچک شروع کردم. ولی خب تو ژن من بوده، تو خون من بوده، پدرم نواز بوده، اجدادم همه نوازنده قیچک بودن دیگه. استعداد من با یک فرد عادی فرق میکنه، چون تو خون ماه دیگه. وقتی تو خون ماه من گیرانیم بهتره، زودتر میتونم، مثلا استعدادم بیشتره. با همین وجود من قیچک میبردم پیش استاد کوک میکرد. تا خونه میامدم کوکش خراب میشد، پوستیه کوک خراب میشد. گرما بزنه کوک به هم میریزه، سردی بزنه کوک به هم میریزه. خود به خود قیچک گذاشته، خود به خود کوکش به هم میریزه. همچی سازیه قیچک، حساسه. بعد از این من به این نتیجه رسیدم باید یک راهکاری پیدا بکنم که تمام کسایی که میخوان که قیچک یاد بگیرن بدون استاد بتونن قیچکشونو خودشون کوک بکنن. دیگه این شد من 7 ماه زحمت کشیدم شبانه روز، 7 ماه کم نیست، تا اینکه کوکا رو من در آوردم. و الان کوک قیچک با همین نرم افزار راحت کوک میشه. داتیونر فقط اگر دیدید که قیچکتون کوک نمیشه، حروفا سبز ثابت نمیشن، اشکال از نرم افزار نیست، اشکال از قیچکتونه. یا خرکش تنظیم نیست، یا سیماتون خرابن، یا ناکوک نواختید. ولی خب بعد یک چیز دیگه هست، هر دوست قیچکش کوک کرده، کوک قیچک خودش گرفت، حروف سبز شدن، هیچ وقت این پیچه رو شل نکنه. این پیچه رو همیشه بذاره باشن. کوک بهتر خودش میگیره، به مرور زمان قیچک بهتر جواب میده. فقط 2 تا سیمو در حد پایین، نه که همه سیما باز بکنن پیچه رو شل، نه، در حدی که پایین باشه، مثلا 2 اکتاب یا پایین تر. بخاطر اینکه 2 تا سیم بالان یه موقع هوا نم میشه، بارونی میشه، به پوست فشار نره، خرک نره داخل. و قیچک که کوک باشه پوست اینجوری میره داخل، نگاه کنید، بشینه پوست میره داخل. هر وقت قیچکتون گره پوستتون اینجوری میره داخل. و بهترین روش برای کوک قیچک. الان من مطلب رو کامل کردم. قبلا به زبان بلوچی توضیح داده بودن، دوستان درخواست کردن که مجدد به فارسی توضیح بده. الان من 3 تا کلیپ به زبان فارسی توضیح دادم تا انشالله دوستای فارس زبان ما هم بتونن راحت قیچک خودشونو کوک بکنن. امیدوارم که از این کلیپ ها بهترین بهره رو دوستان برده باشن. و بنده حقیق در حد یک شاگرد چیزی که از استادم یاد گرفتم در اختیار دوستان هنرمندم قرار میدم. موفق و مؤید باشید. دوستدار همه هنرمندان، فرید بلوچ از شهرستان سراوان.